اپیزود اول رو با موضوع تفاوت‌های بین یادگیری و توسعه فردی با هم صحبت میکنیم. شاید این دوتا داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم رو قبلا شنیده باشید. تو کتابی خوندم که در زمان شیوع بیماری ایدز در آفریقای جنوبی رئیس جمهور این کشور باور نداشت که این بیماری یک ویروس مهلکه و بر اساس دانش و تجربه خودش این بیماری رو چیزی شبیه یک سوء تغذیه تلقی کرد و همین دلیل کمک‌های جهانی رو قبول نکرد و در نتیجه 200,000 نفر در این کشور جان باختن و 35,000 کودک مبتلا به ایدز متولد شد. این نتیجه اصرار یک فرد بر ندانستن بود. اما من میگم که شاید این فرد میدونست یه چیزایی رو، اما اون چیزها رو فقط میدونست. هیچ تحلیلی، هیچ عمقی در این دانش که منجر به یک تغییر رفتار، تغییر نگرش بشه وجود نداشت. اگر این داستان رو کنار داستان دیگری که الان میخوام خدمتتون عرض کنم بذاریم، شاید بتونیم اهمیت توسعه فردی رو از همینجا در مقیاس بین‌المللی با همدیگه راجبش صحبت بکنیم. همونجور که عرض کردم رئیس جمهور آفریقای جنوبی حتما یک آدم عادی و بی سواد نبوده، اما من فکر میکنم که مسیر استفاده از دانشش رو گم کرده بوده. حالا داستان بعدی چیه؟ تو جنگ جهانی دوم انگلستان نقش بسیار کلیدی رو در انتهای جنگ برای پیروزی متفقی بر عهده داشت، به دلیل اینکه ایالات متحده امریکا مستقیما وارد جنگ نشده بود، حمایت میکرد، تسلیحات نظامی میداد، ولی مستقیما به اندازه کشور اروپایی درگیر جنگ جهانی دوم نبود، گرچه که جزو متحدین بود. کشورهای مثل فرانسه، لهستان، بلژیک و ایتالیا، حتی یه بخشیش، اینها هم توسط نازی ها تصرف شده بود و اونها هم نمیتونستن خیلی نقش ایفا کنن. تنها کشوری که در حوزه اروپایی نقش مهمی رو میتونست ایفا بکنه انگلستان در وهله اول بود که بعداً شوروی هم بهش اضافه شد. چرچیل و بریتانیا نقش بسیار کلیدی رو در انتهای جنگ داشتن به خصوص و منجر به این شد که متفقین در جنگ پیروز بشن. تمام جامعه بین‌المللی فکر میکرد خب بعد از پایان جنگ نقش بریتانیا به جهت تاثیرگذاریش در موفقیت متفقین بسیار زیاد خواهد بود. دنیا رو در اختیار خواهد گرفت یا حداقل سیاست‌های بریتانیا نقش مهمی در سیاست‌های دنیا ایفا خواهد کرد. اما در عمل این اتفاق نیفتاد. انگلستان یا بریتانیا اون نفوذ و قدرتی که انتظار ازش میرفت و نه تنها به دست نیاورد بلکه بخشیش رو هم از دست داد، تا جایی که دیگه چرچیل به عنوان نخست وزیر نتونست ادامه بده، دیگه طرفداری در بریتانیا نداشت، در پارلمان نداشت و در انتخابات نخست وزیری خانم تاچر به عنوان یک کاندید درجه 1 انتخاب شد و به نظر می‌رسید ایشون رأی میاره. اما آنچه که مهمه و به بحث ما مربوطه این هستش که شعار انتخاباتی خانم تاچر این بود: بریتانیا راه خود را گم کرده است. در واقع حتما بریتانیا و چرچیل دانش لازم برای موفقیت رو در اختیار داشتن، اما نتونستن تو مسیر درست و مناسب ازش استفاده کنن. معنی این حرف اینه که دانش اگرچه شرط لازم برای موفقیته و یادگیری رو باعث میشه، اما لزوماً دانش هر چند مناسب و قوی باشه لزوماً به معنی مسیر موفقیت نیست و آنچه که دانش رو در مسیر درست قرار میده یا از انحرافش جلوگیری میکنه توسعه است. شما میتوانید دانشی رو داشته باشید با یک دیدگاه سطحی، بنابراین دانش به بیراهه میره. دانش درسته ولی
عمق ندارد، منجر به تغییر نگرش نشده، منجر به در واقع بهبود عملکرد نشده، شما در یک جاده غلط دارید با یک ماشین خوب تردد میکنید. فرض بکنید یک دانش خیلی خوب رو به عنوان یک مثلا خودروی مرسدس بنز در نظر بگیرید. دانش خوبه، خودروی خوبه، اما مسیر غلطه. شما هر چقدر ماشینتون ماشین درجه، خودروتون خودروی درجه یکی باشه به مقصد درست نمیرسید، در حالی که با یک خودروی بسیار درجه پایینتر از مرسدس بنز اگر در جاده مناسبی باشید ممکنه دیرتر برسید از آنچه که انتظار دارید، ولی حتما به مقصد میرسید، چون مسیر درست نیست. بنابراین شرط لازم و کافی برای موفقیت دانش این هستش که ما بتوانیم اون رو تبدیل به توسعه بکنیم. یعنی یکی از اینها شروط لازمه، یکیش کافی است. ما دانش رو لازم داریم، بدون دانش نمیشه، اما برای موفقیت کفایت نمیکنه. برای کفایت باید این رو تبدیل به توسعه کرد. خب با این مقدمه که میبینید که مسیر درست، تحلیل عمیق، تغییر رفتار و تغییر نگرش حتی در تاریخ بین‌المللی میتونه چه تأثیراتی رو بذاره و منجر به این میشه که ما یا مسیر درست رو پیدا کنیم یا با ابزار درست در مسیر غلط همینجور ادامه بدیم. بریم کمی راجع به تفاوت‌های توسعه و یادگیری با هم صحبت بکنیم. یادگیری فرایند کسب دانش، مهارت یا بینش جدید از طریق مطالعه، تجربه، آموزش و یا مشاهده است. ما بهم میگیم یادگیری. یادگیری میتونه محدود به یک موضوع خاص باشه و همیشه هم منجر به تغییر نمیشه. یعنی ما نه در رفتارمون و نه در شخصیتمون با دانش و یادگیری لزوما تغییر ایجاد نمیتونیم بکنیم. اما توسعه فردی یه فرایند گسترده تریه و خیلی عمیق تره که شامل یادگیری، بهبود مهارت‌ها، تغییر نگرش‌ها و رشد شخصیت میشه. توسعه فردی معمولاً هدفمنده. اون متخصص، اون فرد در ابعاد مختلف زندگیش میشه. یعنی کمک میکنه که شما در زندگی حرفه‌ای، زندگی اجتماعی موفق بشید یا مسیر موفقیت رو طی کنید. به بیان ساده تر بخوام بهتون بگم، یادگیری یکی از ابزارهای توسعه فردیه، همه چیز نیست. اما توسعه فردی علاوه بر یادگیری خودشناسی توش داره، تغییر عادت توش داره، تقویت مهارت‌های نرم توش داره و از همه مهمتر عزیزان، همکاران محترم، رشد پایدار میده. من میخوام در واقع شاید کمی تکراری باشه ولی به جهت اهمیتش این رو تکرار میکنم. میخوام خدمت شما عرض بکنم که ما سالهای ساله که تو این رشته داریم دانش کسب میکنیم. همه ما از قدیم الایام، از زمانی که وارد این دانشگاه تو این رشته شدیم تا زمانی که تو هر مقطعی، چه لیسانس، چه فوق لیسانس، چه دکترا، چه حتی در واقع رده‌های بالاتر از اون و حتی آموزش‌های خارج از دانشگاه رو در این حوزه خوندیم، دانش بسیار زیادی رو جمع کردیم. اما اعتقاد من این هستش که ما اون خودروی بنز رو در یک جاده غلط داریم ازش استفاده میکنیم. اگر به شاخصهای عملکرد چیزی در کشورمون رجوع بکنیم، من نمیخوام خدای نکرده عملکرد خودمون رو زیر سوال ببرم، اما این دلیل نمیشه که ما واقعیت ها رو هم نگیم یا خودمون رو گول بزنیم و سرمون رو بکنیم مثل کپک تو برف. ما باید بپذیریم در مملکت ما وضعیت سلامت ایمنی و محیط زیست وضعیت قابل قبولی نیست، حتی از متوسط هم به پایین تر، علیرغم این همه دانش، تجربه و منابعی که داریم صرف میکنیم. یعنی ما خودروی بنز رو هر روزم هی تمیزش میکنیم، یا آپشن هم بهش اضافه میکنیم، کلاس های متعدد ریسک میریم، تحلیل حادثه میریم، اصول بنیادین مختلف رو در تخصص HSE بررسی میکنیم، انواع و اقسام اساتید مختلف با تخصص های مختلف کلاس های مختلف برگزار میکنن
و که ببخشید این رو عرض میکنم شاید خیلیش هم تکراری باشه و چیز نوعی توش نباشه، حتی اگر موضوع نوعی هم توش باشه، حتی اگر موضوعاتی باشه که برای ما جدید باشه، اما دانشه به هر حال فقط. و اون بنزه است. خیلی مرسدس بنز جذابی درست کردیم ولی توی جاده خاکی انحرافی که به مسیر غلط داره میره یا حداقل انتظار نمیره با این شرایط به مسیر درست برسه رو داریم هی تقویتش میکنیم. ما در حوادث جاده‌ای، در حوادث صنعتی، در حوادث خانگی، در حوادث شهری، تو پارک ها، تو خونه ها، تو صنایع، تو پروژه ها، تو جاده، همین جوری حوادث دلخراش بسیار زیادی داریم میدیم. چرا نمیتوانیم؟ خیلی دلایل داره ها. و مثلا من موضوع این نیستش که فقط من و شما HSC نقش توش داریم، نه، خیلی دلایل داره که ما بهتر از من میدونید. اما منی که ممکنه نتونم عوامل دیگر رو تحت کنترل بگیرم، این دلیل نمیشه که خودم رو توسعه ندم. حداقل باید بپذیریم یه وقتایی راننده اون مرسدس بنز ماییم. بالاخره توی اون مرسدس بنز، توی اون جاده ما هم یک نقشی داریم دیگه. ما متخصصین این رشته هستیم. بله، مدیران سازمان، مدیران کشور، جاده هامون، صنعتمون، تجهیزاتمون، تکنولوژیمون، پولمون، نیروی انسانیمون، تجربه، همه اینها نقش داره در این شاخص‌های عمل کرده چیزی. ولی بالاخره یک شماییم دیگه. بالاخره یا اون ترمزه اون خودروه، یا گاز اون خودروه، یا فرمون اون خودروه، یا راننده اون خودروه، یا لاستیکای اون خودروه، یا اون جاده. بالاخره یه بخشی از این مجموعه هم ماییم. نمیتونیم خودمون رو بکشیم کنار بگیم عمل کرده چیزی در کشور قابل قبول نیست. چرا؟ چون اون. ولی ما چی؟ خودمون رو در واقع بری بکنیم از این در واقع عوامل. اینجور نیست. حداقل من اینطور فکر نمی کنم. حالا نمیدونم، امیدوار هستم که با من موافق باشید، ولی به حال نظر شخصی من این هستش که یکی از این اجزای موفقیت، یکی از این حلقه های این زنجیر ماییم دیگه. من و شماییم، متخصصین HSC هستن. حالا من نمیتونم وضعیت منابع مالی رو درست بکنم، نمیتونم در جایگاه مدیران تصمیم گیر بشینم، نمیتونم برم خودروی رو درست کنم، تکنولوژی تجهیزات کارخونجاتم رو درست بکنم، فرهنگ ایمنی رو درست بکنم و دیگه. حالا خیلی هم راجع به جزئیاتش نگم. خودم رو که میتونم حداقل یه حلقه رو درست بکنم. بنابراین اصلا هدف من از این رادیو رستار همین هستش که آقا ما اگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، جای دستمون بند نیست، خودمون رو که میتونیم درست بکنیم. حداقل ما خودمون رو کمی با نگاه واقع بینانه تر ارتقا بدیم. بسه. از نظر من کلاس‌های دانشی به اندازه‌ای که ما رو راه بندازه بسه، چه در دانشگاه چه در خارج از دانشگاه. نه اینکه عرض کنم، نه اینکه نظرم اینه که قطعش کنیم ما، ولی لازم هم این نیستش که همش تمرکز کنیم رو ما. بله، سال 10 ساعت هم بریم آموزش تخصصی ببینیم، لازمه. ولی الان میشه به راحتی رفت توی انواع سایت ها سرچ کرد، هوش مصنوعی، دانش رو به دست آورد، مطالعه کرد. بعد مجموعه این مطالعه ممکنه یه سوالاتی داشته باشه، بعد پیش اساتید فن اون سوالا رو پاسخ گرفت، تمام، این میشه دانش. خب بعد اگه همینجا قفل بشیم که از نظر من شدیم، کار به جایی نمیرسه. من فکر میکنم که ما نه تنها راندمان خوبی نخواهیم داشت، اثر بخشی خوبی هم نخواهیم داشت. بنابراین بهتر است که یه قدم دیگه برداریم. و حالا این رو اتفاقا باید جبران کنیم. یعنی تا حالا چندین ساله که داریم هی تلاش میکنیم دانش اضافه کنیم. همون اساتید محترمی که در دانشگاه به ما تدریس کردن، همونا الان دارن در محیط کارم به ما تدریس میکنن دیگه. همونه، حالا چند نفر اضافه، چند نفر کم، ولی دانش همونه دیگه، با 4 تا چیز البته جدیدتر. منظورم از دانشه، نمیگم که خدای نکرده
جسارت نباشه به اساتید محترم. منظورم این نیست که اونا چیزی نمیگن، منظورم این است که دانشه. به هر حال این دانش داره اضافه میشه. خیلی خوب، ما تو مهارت، توی توسعه فردی عقب افتادیم، باید الان دیگه بیشتر اون رو جبران کنیم. باید همون دانش رو که تو این 10 سال 20 سال 15 سال کسب کردیم و خلاصه الان وقت بذاریم بیشتر در واقع تبدیلش به رفتار بکنیم و بعد حالا تو این تغییر رفتار اگه به دانش دیگری احتیاج داشتیم وارد بشیم. ببینید من عمیقاً معتقدم ماها متخصصای ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، HSE، حالا با اسامی مختلف و رشته‌های مختلف تخصصی، کدوممون 2 واحد کلاس رفتار سازمانی گذروندیم؟ کدوممون 4 واحد روانشناسی رفتاری خوندیم؟ کدوممون میتونیم اصول و فنون مذاکره رو قشنگ پیاده کنیم؟ کدوم ما تحلیل‌های اقتصادی بلدیم که روبروی یک مدیر بشیم؟ گرچه که از نظر من موضوع اقتصاد موضوع میانه‌ایه در چیزی، علی‌رغم که بعضی میگن مدیر فقط اقتصاد سرش میشه. نه، من با این مخالفم، اینجور نیست. بله اقتصاد هم هست، ولی اینجوری نیست که شما فکر کنید اگه خیلی از اقتصاد پیش مدیر حرف بزنیم میگه به و چه. نه، لزوما این نیست. حداقل منی که 29 ساله تو این رشته درس خوندم و دارم کار میکنم، متاسفانه یا خوشبختانه تو این 29 سال 26 سالش رو در پست مدیریت اجرایی در HSE و یا ستادی در HSE بودم. در صنایع نفت و گاز بودم، برق بودم، آب بودم، عرضم به حضور شما حمل و نقل بودم، ریلی بودم. دارم عرض میکنم خدمتتون که حداقل این چیزی که یاد گرفتم این هستش که آقا بله اقتصاد خیلی مهمه، ولی فقط اون نیست. در واقع رفتار سازمانی آموزش ندیدیم، در روانشناسی رفتاری آموزش ندیدیم، اصول و فنون مذاکره نمیدونیم یا کمتر میدونیم، تکنیک‌های حل مسئله نمیدونیم، اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی و آماری دقیق نمیدونیم. عرضم به حضور شما و خیلی موارد این تیپی. و ندونست، این که میگم نمیدونیم یعنی آموزش ندیدیم. حالا یه نفر ممکنه علاقه‌مند میره یه چیزی رو 2 دفعه میخونه، ولی ما نه در دانشگاه و نه در بیرون دانشگاه هیچ وقت نشد که بگیم آقا تیم HSE فلان شرکت یه دوره روانشناسی رفتاری و تیم HSEش گذاشته. اصلا به فکرمون نمیرسه، ولی 1000 تا دوره مدیریت ریسک گذاشتیم. همون حرفای همیشه که جسارتن. یه بار نرفتیم بگیم آقا مثلا من اصول و فنون مذاکره مشخصاً برای HSE طراحی کردم. ببین اینایی که میگم مشخصاً برای HSE ها، وگرنه ممکنه سازمان 4 تا کلاس اصول و فنون مذاکره، حل مسئله، تصمیم گیری، شور و اشتیاق، سرمایه روانشناختی این چیزا بذاره، حالا برای سازمان بذاره 2 نفر HSE هم برن توش بشنن. نه، این اونم خوب آباد نیست، ولی موضوع این هستش که ما برای HSE هم چیزی طراحی نکردیم. آقا من میخوام برم مسئله شناسایی کنم. اصلا مسئله یعنی چی که من برم شناساییش کنم؟ بعد شناساییش کردم. اصلا من تفکر انتقادی میدونم چیه، تفکر خودکار میدونم چیه، چگونه تحلیل میکنم مسائل رو. بعد میرم میشتم روبرو آدم‌های مختلف، از مدیر بگیر، از کارشناس بگیر، از پیمانکار بگیر، از قانونگذار بگیر، از استاد دانشگاه بگیر، از کارشناس بگیر. خب با هر کدوم اینو باید مذاکره کنم، به این نتایجی برسم چقدر بلدم. بعد یه جا باید تحلیل‌های اقتصادی بکنم. مثلا من میخوام پیشنهاد بدم، آقا من میخوام مثلا چه میدونم یه ایستگاه آتش نشانی برای سازمانم راه بندازم. چه جوری مدیران سازمان رو توجیه بکنم که مثلا چند صد میلیارد تومان هزینه بکنن برای تأسیس و خرید و فلان؟ چی کار کنم؟ همین که فقط دارم میگم خطرناکه و هی توضیح بدم ریسکا اینجوریه ریسکا اونجوریه؟ نه، اینا خیلی همیشه حداقل جواب نمیده. و ما باید یه چیزایی رو بیش از این بدونیم. بزرگواران، من دارم تأکید میکنم خودمون رو جدا نکنیم یا فکر نکنیم از این که آقا ما رفتیم دانشگاه 70 واحد 100 واحد 200 واحد درسی تخصصی خوندیم، بعد رفتیم کلاس‌های مثلا بین‌المللی تخصصی چیزی گذاردیم، پس و مثلا 10 سال 15 سال هم تجربه کاری داریم، پس هر چه ما میگوییم همان است و ولا غیر و وحی منزل است. اینجوری نیست. اینها تازه شرط لازمه. شرط کافی اینه که خیلی خولا در عمل در شرایط واقعی بری بشینی اون چیزی رو که دانش بوده رو تبدیل به رفتار بکنی برای خودت و دیگران. حالا شد توسعه. باید قبول بکنیم که هدف از یادگیری کسب دانش یا مهارت‌های جدیده. بله،
در حالی که هدف توسعه رشد و بهبود شخصیت ماست. مهارت هامون رو باید بهبود بدیم. حوزه یادگیری معمولا محدود به زمینه خاصه، مثلا حادثه، ریسک، فرهنگ، عوامل زیان‌آور، معاینات، نمیدونم، یه موضوع خاصه. این زمینه یادگیریه. در حالی که توسعه فردی شامل مهارت‌های فردی و اجتماعی و ذهنی، حتی عاطفیه. شاید شما تجربه داشته باشید، حداقل من دارم این تجربه که من بعضی وقتا در عمل، نه در سر کلاس درس و فضای انتزاعی، در فضای واقعی بارها متاسفانه پیش اومده در تیم تحلیل حادثه بودم، مسئولیت اون تیم رو بر عهده داشتم یا عضو اون تیم بودم و بعد رفتم برای بررسی، یه جاهای مهارت‌های عاطفی لازم داشتم که بتونم علت‌ها رو پیدا بکنم. چرا؟ چون همکاران، اقوام، فرد آسیب دیده، اونها دانش من به دردشون نمیخوره. من برای بازجویی نمیرم. من باید رابطه عاطفی برقرار کنم تا بتونم بفهمم چه خبره. بنابراین اینها تو توسعه فردی دیگه، تو یادگیری نیست، تو دانش نیست، تو هیچ دانشگاهی، تو هیچ کلاسی، هیچ استادی از این چیزا حرف نمیزنه. اینها رو ما باید بریم تو توسعه فردی یاد بگیریم. عموما ابزارهای یادگیری شامل مطالعه و آموزش و تجربه است، اما ابزارهای توسعه فردی، یادگیری، تمرین، خودشناسی، تغییر نگرش و ایجاد عادتهای جدیده. خروجی یادگیری دانستن بیشتر یا توانایی انجام یک کار خاص، ولی اما خروجی توسعه فردی بهبود عمل کرده، افزایش اعتماد به نفس. ما اصلا دوره تقویت عزت نفس ندیدیم. اعتماد به نفس اصلا نمیدونیم یعنی چی. و تقویت مهارت‌های زندگیه. ما اصلا اینا رو نمیدونیم. ما داریم تو محیط کار زندگی میکنیم. خیلی از ما بیشتر از اینکه در منزلمون باشیم در 24 ساعت شبانه روز در محیط کارمونیم. این یه جور زندگیه. ما باید مهارت‌های این زندگی رو بلد باشیم تا موفق بشیم. فضای یادگیری فضای کوتاه مدته، 4 ساعت، 10 ساعت، 80 ساعت، 100 ساعت. اما فضای توسعه فردی فرایند مداوم و بلند مدته. نمیدونم کدوم یکی از مخاطبین بزرگوار الان تو این فضا رفتن، ولی من حداقل 3 سالی هستش که در فضای توسعه فردی وارد شدم برای خودم و بعضن برخی از همکارانم. واقعا عمیقا به این رسیدم تموم نمیشه. من هر چی میرم جلو تازه میفهمم ای وای چقدر عقبم، چه چیزهایی هستش که آدم چیزی باید بدونه و من نمیدونم و من سالهای سال سوار یک مرسدس بنز در یک جاده خاکی که مقصد غلط داره دارم رانندگی میکنم. یادگیری ممکنه تغییر عمده‌ای تو سبک زندگی حرفه‌ای ما ایجاد نکنه. شما هر چقدر دوره‌های تخصصی لیفتینگ، داربستبندی، ایمنی برق، ارتقاء فرهنگ، روش‌های مختلف ارزیابی ریسک، تحلیل روش‌های مختلف RCA رو یاد بگیرید در یک زمینه خاص، لزوماً سبک زندگی حرفه‌ای شما رو تغییر نمیده. باید بپذیریم بعضی وقتا خودم عرض میکنم اصلا خودم به عنوان یک متخصص دیدگاه هم غلطه. من فرمون این مرسدس بنز دارم اشتباهی میچرخونم. تقصیرم ندارم چون نمیدونم، چون این شانس رو نداشتم، این فرصت پیش نیومده. خودم هم خیلی به صرافت این کار نیفتادم که برم این زنگ تو ذهن من روشن نشده، کلید نخورده که من برم در واقع این رو درستش بکنم. بنابراین یادگیری تغییر عمده نمیده، اما توسعه فردی حتما اگر درست اجرا بشه منجر به تغییرات بنیادین میشه، چه در زندگی شخصی چه در زندگی حرفه‌ای. دیدگاه ما، نگاه ما، زاویه دیدمون، عمق تحلیلمون رو تغییر میده. تازه خیلی چیزا روشن میشه و متوجه میشیم. بازم خودم عرض میکنم چقدر این مدت اشتباه میرفتم و اصلا مسیر یه چیز دیگه بوده و علت این که من به نتیجه نمیرسیدم این بوده که من مسیرم غلط بود. ببینید نتیجه تصمیم گیری بزرگواران یه تابعیه از 2 عامل، شانس و کیفیت تصمیم گیری. اگر خیلی وقتا ما در مسیر غلط نتیجه درست میگیریم، باید متاسفانه عرض بکنم که
علتش کیفیت تصمیم گیریمون نبوده، شانسمون بوده. اینها اصول مدیریتی در توسعه فردی است. نمیشه بگیم نه قبول ندارم، نه اصلا دست من و شما نیست، اینا واقعیت هاست. بنابراین اگه 100 تا مصداق میارم که من تصمیم گرفتم درست بود، بله اون 100 تا 40 تا کیفیت تصمیم گیری بوده به علاوه شانس به نتیجه رسیده، 60 تاش به نتیجه نرسیده. شاید ما اشتباه داریم تحلیل میکنیم. حالا این به نتیجه نرسیدن کی خودشو نشون میده؟ لزوما همون لحظه نشون نمیده. 2 سال بعد، 1 سال بعد، 6 ماه بعد یه نفر آسیب میبینه، ریشه رو بگیری میرسه به اینجا. و این فقدان توسعه فردی است به نظر من که باعث این فرایند عجیب شده. فرض کنید میخواین یه مدیر بالا دست خودتون رو توجیهش بکنید. آقا ما یه سری خطرات کنترل نشده داریم، ممکنه آسیب بزنه. وظیفه‌م اینه که به مدیریت این رو گزارش کنم و راضیش بکنم، قانعش بکنم که منابع لازم رو در اختیار من بذاره برای رفع اینها یا در اختیار سازمان بذاره برای کنترلش. اگه من فقط تو فضای یادگیری باشم، راه میفتم یک سری در واقع تحلیل‌های تخصصی میکنم که اصلا برای مدیرها جذاب نیست. باور بکنید که نصفی از اینها رو مثلا گوش نمیدن وقتی ما داریم حرف میزنیم. طبیعی است، جامون عوض بکنیم با هم، ما هم گوش نمیدیم وقتی اون این حرفو میزنه. یعنی ما بشیم جای مدیره بشیم جای ما، چون جذابیت اون اصلا مال اون نیست، مال ماست. این حرفا مال اون نیست. اما ما در فضای یادگیری غیر از این چیزی نداریم. 4 تا کتاب و دوره و تحلیل ریسک داریم حرف میزنیم، آقا ریسک بالاست، ولی اون درکی که ما داریم اون نداره. نه اینکه درکش پایینه ها، نگاهامون متفاوته. من یه جایی گفتن آقا یعنی اینکه مدیر درکشون پایینه. نه، منظورم اینه که نگاهامون متفاوته. اما توی فضای در واقع توسعه اگر قرار بگیریم، علاوه بر این که ما میریم در واقع مطالعه و آموزش میبینیم، در واقع موجودمون دانشمون استفاده میکنیم، اما مهارت‌های مذاکره تو موقعیت‌های واقعی رو تمرین میکنیم. اگه به توسعه فردی توجه کرده باشیم، قبلش ما رفتیم اینا رو تمرین کردیم. ما از رفتار و سکنات و تیپ حرف زدن و تحلیل مدیره میفهمیم چگونه باید باش مذاکره کنیم تا قانعش بکنیم. شما رو نمیدونم، ولی برای من واقعا تو این 3 سال این اتفاق واقعا افتاده بارها و بارها که تازه فهمیدم چجوری باید حرف بزنم و بعد چیزی رو که من سالهای سال باش میجنگیدم و موفق نمیشدم ظرف 2 ساعت حلش کردم. فقط فهمیدم جاده کدومه. روی اعتماد به نفسمون کار میکنیم، روی تحلیل رفتار خودمون. اصلا من چجوری باید رفتار بکنم تا مدیر مجاب بشه به حرفم گوش بده. ما اگر بخوایم که حالا وارد این فضای توسعه فردی بشیم، بخوایم یادگیریمون رو به توسعه تبدیل کنیم، کارهای زیادی میشه که حالا مثلا فرض بفرمایید که عرض کردم دیگه الان تو عرایزم که دانشمون رو به عمل تبدیل کنیم. یعنی بریم هر آنچه که واقعا دانش داریم رو در عمل استفاده کنیم. ببین من یه مثالی رو فکر کنم اپیزود قبلم گفتم، حالا اگر گفتم تکرار میشه ببخشید، اگه نگفتم در واقع اینجا عرض میکنم خدمتتون. ببینید الان همه ما متخصصین این رشته انواع و اقسام تکنیک‌ها و روش‌های رو به شکل علمی بلدیم. همین الان به همه بگم آقا مدل پاپیونی، همه میگن بلدیم. دروغ هم نمیگن، بلدیم، دانششو بلدیم، FTA بلدیم. فرض کنید روش تحلیل حادثه به روش مثلا تریپود بتا رو بلدیم، فریم بلدیم، واقعا هم بلدیم، دانششو داریم. حتی خیلی از ماها این توانمندی رو داریم که بریم سر کلاس یه درسی هم 5 روز هم راجع به اینا حرف بزنیم. اما تعصب رو بذاریم کنار، سوگیری های شخصی رو بذاریم کنار، چند بار در فضای واقعی نه انتزاعی ها، سر کلاس درس و تو کلاس آموزش مثال های انتزاعیه. منم به مثل شما سر این کلاس ها نشستم، یاد گرفتم دیگه، مثال ها انتزاعیه. اما در فضای واقعی، اونم نه پیمانکارم، نه یه مشاورم، نه خودم دست به قلم شده باشم، کار رو انجام داده باشم، دانشم رو به عمل تبدیل کردم. الان به خیلی ها میگه بله آقا ما در عمل تو سازمانمون مثلا FTA رو بارها اجرا کردیم.
راست میگن اجرا کردن. یه پروژه تعریف کردیم، یه شرکت پیمانکاری اومده، ما هم کنارش بودیم انجام دادیم. نه یه پروژه تعریف کردیم، یه مشاور داشت اومده کنار دستمون انجام داده، ما هم کنارش بودیم. یا نه مثلا من دادم 2 تا پرسنلم انجام دادن، منم بالا دستشون بودم. نه اینا نه اینکه بده ها، ببینید بد تعبیر نفرمایید. من موضوع توسعه فردی، از فرد حرف میزنم. توسعه فردی است. برای من شخصیت حقیقی مد نظر من، نه شخصیت حقوقی. این که به هر حال من نیاز به مشاور دارم، نیاز به پیمانکار دارم، نیاز به پرسنل دارم، خب تنهایی که نمیشه همه کارا کرد، درسته. اما من به عنوان یک شخصیت حقیقی چقدر پست و مقام و شخصیت حقوقیمو گذاشتم کنار، نشستم کنار دست بقیه، دست به قلم شدم، اون کار رو انجام دادم. نه اینکه نظارت کردم، تو اون تیم بودم، کنارشون بودم، پولشو دادم، برام انجام دادن، 2 تا چیزم یاد گرفتم. نه باز میشه یادگیری، توسعه نمیشه. چقدر پست و مقام و شخصیت حقوقیمو گذاشتم کنار، نشستم، کاغذو گذاشتم، خودکارو برداشتم، یه حادثه، یه ریسک رو با FDA تحلیل کردم، خودم کردم. حالا یه جایی هم بلد نبودم، کمک گرفتم، ولی منی انجامش دادم. بنابراین دانش رو باید به عمل تبدیل بکنیم، وگرنه یادگیری همون یادگیری، توسعه فردی هم یه چیز دیگه است. و حالا هی مدرک و دلیل و منطق بیاریم که آقا ما انجام دادیم. نه، من شخصیت حقیقی من این کارو نکرده، شخصیت حقوقی من این کارو کرده. در توسعه فردی موضوع شخصیت حقیقی است. بازخورد بگیریم از آدما، از تیم‌ها، از سازمان‌ها، از جهتگیری، سوگیری نکنیم. هر کی گفت آقا شما این جا رو اشتباه کردی یا شما اینو بلد نیستین، فکر نکن آقا من پروفسور فلانی هستم، تو به من میگی بلد نیستم. آره بلد نیستیم، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ این نشانه بزرگ بودن اتفاقا که بپذیریم بلد نیستیم. کی گفته که سواد فقط به داشتن مدرک یا عنوان پست شغل و پست و ایناست؟ نه، خود بنده اعتراف میکنم پرسنلی دارم زیر دستم کار میکنن، بسیار از من باسوادترن، بسیار باسوادترن. اگه من به اندازه اونها سواد داشتم کلی فرق میکرد. بنابراین بازخورد بگیرید. آقا اینجا کار غلطه، اینجا رو خط بزنین، اشتباه کردی، ناراحت نشیم، بازخورد بگیریم، گاردمون رو باز کنیم. اگه میخوایم توسعه پیدا کنیم، باز نکنیم توسعه نداریم، اشکالی هم نداره، تصمیم ماست، انتخاب ماست، ولی توقع هم نداشته باشیم اتفاق خاصی رخ بده. عادتهای جدید بسازیم. ببینیم ما آدمای HSC باید با شرایط متفاوت آداپته بشیم. یکی از ابزارهایی که ما رو با چرا باید اینجوری باشیم؟ برای اینکه ما با آدمهای مختلف، سیستمهای مختلف ارتباط داریم. ما همونقدر که با کیفیت ارتباط داریم، با مدیریت ارتباط داریم، با بحث‌های فنی و مهندسی ارتباط داریم، با بازرگانی ارتباط داریم، با قانونگذارهای مختلف در شکل‌های مختلف، اداره کار، بهداشت، محیط زیست ارتباط داریم. بنابراین مولتی تاسکینگ یه جورایی. حالا این خوبه یا بده نمیدونم، ولی ما این هستیم. به همین دلیل ما باید عادتهای جدید داشته باشیم. ما نباید ریجید، ذهن منجمد شده داشته باشیم و فکر کنیم آقا ما دیگه به ته خط رسیدیم. هر کسی، اون پروفسور دانشگاهش هم نه در رشته ما، در هر رشته، فکر کنه با آخر خط رسیده و همه چیز بلده، همونجا جسارت بنده رو بخشید من میگم اون آدم هیچی بلد نیست، چون اصلا تهی وجود نداره. بنابراین عادت جدید بسازیم، شرایط جدید. ما باید بتوانیم در موقعیت‌های مختلف در واقع برگ برنده داشته باشیم. برگ برنده در موقعیت‌های مختلف تو عادت‌های جدیده. یادگیری سبک زندگیمون بشه. تا زمانی که یادگیری اون سبک زندگی نشه، توسعه‌ای وجود نداره. عملکرد خودمون رو هم انعکاس بدیم. میگن که هنرمندها، من حالا بخوام یه خود از فضای تخصصی بیام بیرون، اگه اهل کتاب و مطالعه باشید احتمالاً شنیدید بلندترین رمان تاریخ کتابی است به نام در جستجوی زمان از دست رفته. یک کتاب فرانسوی است، نویسنده‌اش آقای مارسل پروسته. این کتاب 7 جلده، متن بسیار سنگینی هم داره. داستانش از این قراره که آقای مارسل پروست توی این 7 جلد تلاش میکنه که توی این رمان سنگین تلاش میکنه که بگه آقا رمز و راز خوشبختی انسان‌ها چیست.
مثلا توی جلدش میگه آقا خانواده رمز خوشبختیه، راجع به اون یه داستان میگه. بعد میگه نه پول رمز خوشبختیه. بعد یه جا میگه آقا پست و مقامه، یه جا میگه اعتباره. خلاصه 7 در واقع تو هر جلدی یه دونه از این فاکتورها رو داستانش رو تعریف میکنه تا بگه آقا کدوم اینا رمز موفقیت و خوشبختی است. آخرش جلد 7 به این نتیجه میشه که آقا هنر نقش داره در موفقیت ما بیشتر از همه. حالا چرا اینو میگه؟ حالا برگردم به عرض خودم، گفتم عمل کردمون رو انعکاس بدیم. می‌دونی فرق هنرمندا و بقیه چیه؟ هنرمندا این جسارت رو دارن، خودشون در معرض انتقاد قرار میدن. شما وقتی میری توی کنسرت یک خواننده میشینی چیکار میکنی؟ قضاوتش میکنی دیگه. اون هنرش رو جلوی 1000 نفر به نمایش میذاره. این جسارت رو داره که یکی بیاد بگه آقا تو فالش میخوندی، یکی میاد بگه آقا تو نمیدونم صدات خوب نبود، یکی میگه حرکت اکتت خوب نبود، موسیقیت غلط بود. ولی این جسارت رو داره، خودش رو انعکاس میده. یک خطاط وقتی یک خطی، یک شعری، یک متنی مینویسه داره خودش رو پرزنت میکنه. من و شما اون رو نگاه میکنیم، قضاوت میکنیم، ایراد میگیریم. این خیلی روح بزرگ میخواد. تمام هنرمندان، موسیقیدانها، سینماگرها، تئاترها، خطاطها، نقاشها، همه اینها یه خصلت دارن که بقیه ندارن و اونم این هستش که خودشون رو در معرض انتقاد قرار میدن، هنرشون رو عرضه میکنن. این خیلی کار بزرگیه ها. هر کسی این کارو نمیتونه بکنه، خیلی ها نمیتونن بکنن. برای من اون هنره به دلیل اینکه چه خودشو انعکاس میده. یعنی چه؟ یه داستانی هم هست میگن که یه اوستاکاری بوده، نقاش بوده، یه نقاش حرفه‌ای بوده. کلمه اوستاکار شاید خیلی قشنگ نباشه ولی یه استاد نقاشی بوده. یه شاگردی داشته، شاگردم خیلی متبحر بوده. یه روز به شاگرده میگه آقا دیگه تو کامل بلدی، برو واسه خودت کار کن. شاگرده خیلی این اعتماد به نفس لازمو نداشته، میگه از کجا بفهمم، به پیش خودش میگه از کجا بفهمم که من خیلی واردم، استاد شدم. یه نقاشی میکشه، تمام هنرش رو توش به کار میبره، میره یه جایی نصب میکنه، زیر اون مینویسه که لطفاً هر کسی که علاقه‌منده بیاد ایرادهای من رو بگه تو این نقاشی. میره فردا میاد میبینه که وای 1000 نفر اومدن روی نقاشی خط کشیدن، گفتن اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره، اینجا ایراد داره. خیلی حالش بد میشه. نقاشی میبره میشه پیش استادش، میاد تو که به من گفتی من خیلی واردم، چی شد؟ نگاه کن مردم چقدر ایراد گرفتن، چقدر ایراد گرفتن. میگه نه، بیا حالا یه کار دیگه بکنیم. عین همین نقاشی رو دوباره بکش. عین همون نقاشی رو میکشه. این دفعه با استادش میره میزنن به دیوار، میگن هر کسی تمایل داره از این نقاشی ایراد بگیره و البته بگه درستش چیه. اون ایراد رو درستش هم بگه، یه کامنتی هم بذاره، بگه اینو باید این کارو بکنی. میرن میان فردا میبینن حتی یه نقطه رو این نقاشی نیافتاده، پس فردا یه نقطه روش نیافتاده. میگه اینجوری درسته. ماها عادت داریم که ایراد بگیریم، اما وقتی که میگیم آقا خب حالا تو بگو اصلاح کنیم، همه میرن دیگه نمیان. هنرمندا انعکاس میدن خودشون رو. حالا بیایید من و شما در حوزه چسی هنرمند بشیم، بریم آقا انعکاس بدیم، بگم من این کار کردم، شما بگید ایرادش چیه، جسارت کنیم. چه اشکالی داره؟ اعتماد به نفس داشته باشیم. چه اشکالی داره از ما ایراد بگیرن؟ پشت این نقاب پروفسور و استاد و نمیدونم مهندس و مدیر و این القاب الکی، خیلی معذرت میخوام این حرفو میزنم و به خودم دارم میگم، پشت این نقابای مسخره خودمون رو قایم نکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته. اون نقاب رو برداریم خودمون بشیم، بذاریم از همون ایراد بگیرن. حالا اگه تونستن به ما بگن بهترش چیه، خب چقدر خوب. اگه نتونستن حداقل ما این جسارت رو کردیم. اگه 100 تا ایراد ما گرفتن 99 تاش مغرضانه بود، یه دونش درست باشه کفایت میکنه برای ما که توسعه پیدا کنیم. توسعه فردی یعنی انعکاس دادن خودت. اون موقع یادگیری در واقع به توسعه تبدیل میشه. در هر حال من جمع‌بندی بکنم عرایزم رو، یادگیری بخش مهمی از توسعه فردی است، اما به تنهایی کافی نیست.
توسعه فردی حتما باید ترکیبی باشه از دانش، تمرین، خودشناسی و از همه مهمتر تغییر رفتار. کار سختی هم هست، ولی اگه بخوایم تأثیر واقعی تو زندگی حرفه‌ایمون بذاره، وزنمون رو ببره بالا، باید این اتفاق بیفته. وگرنه ما همین هستیم که خواهیم بود. هزار ساعت دوره‌های تخصصی ما رو رشد نخواهد داد. متاسفم. شاید خیلی ها با این حرف من مخالف باشن، من احترام میذارم، من نظر شخصی عرض میکنم. دلیلم هم این هستش که اگر میخواست جواب بده تا الان جواب میداد. بس 20 سال، من خودم 29 ساله دارم تو این رشته کار میکنم. 29 سال حداقل من خیلی اصلا بازنشست شدن. چی شده؟ چه توسعه ای داشتیم؟ نمیخوام منفی حرف بزنم، گرچه که دارم حرف میزنم منفی، ولی خب این واقعیته. من عادتم این هستش که خودم رو در معرض واقعیت قرار بدم. این واقعیته. بنابراین تغییر رفتار اتفاق نیفته، ما همینیم. و وقتی همین باشیم، تا زمانی که هر کدوم ما توسعه پیدا نکنیم، رشته‌مون هم توسعه پیدا نمیکنه. وقتی توسعه پیدا نکرد، همین کارمند معابی که هستیم میمونیم و رشد نمیکنیم. یکی یه روزی به من میگفتش که چرا بچهای چسی در واقع ارتقاء عمودیشون در سازمان ها سقف داره، تهش میشن یه مدیر کل HSC یه وزارتخونه دیگه، این دیگه آخرشه تقریبا. حالا اینم دیگه خیلی استثنائیه ها، حالا به خود کوچیک‌ترش کنیم، تهش مدیر HSC یه سازمان میشن، مدیر ارشد HSC سازمان میشن، ولی بالاتر از اون نمیرن. ولی شما یه کارشناس کنترل کیفیت، یه کارشناس دفتر فنی، یه مهندس طراح میتونه از کارشناسی شروع کنه به مدیر عاملی سازمان برسه. شما یه HSC با تخصص HSC استثناءات رو یه نفر دو نفر رو بذاریم کنار، بگید که تونسته این مسیر رو بره. نتونسته. وقتی هم بگیم میگن آقا HSC چه ربطی به این چیزا داره. خودمون نخواستیم چون همزبان مدیران نبودیم جسارتاً. چون وقتی روبروشون نشستیم فقط یک متخصص HSC نشون دادیم که دانش تخصصی داره، اما یک متخصص با توسعه فردی که میتواند روبروی مدیران بشینه، هم زبان و هم کلامشون بشه و تخصص خودش رو ترکیب بکنه با آنچه که اونها در واقع توش باور دارن، خب این خیلی کار سختیه و ما نتونستیم این کارو بکنیم. حداقل من نتونستم این کارو بکنم. فکرم نمی‌کنم که خیلی افراد زیادی تونسته باشن این کارو کرده باشن. روی سخنم با کسانی است که آکادمیک تخصص HSC دارن. این نکتهشه ها. چون الان ممکنه خیلی‌ها بیان بگن آقا نه ما اینجوری نبوده. بله نه، آکادمیک یعنی منی که خودم عرض میکنم از پایین ترین درجه تخصصی در HSC تو دانشگاه شروع کردم تا دکتراش رو رفتم. تخصصم همین بوده، تمام 29 سال سابقه شغلیم هم همین بوده. این مقیاس رو دارم عرض میکنم. ببینیم آقا تهش کجا بوده، رشدش کجا بوده. همه اونهایی که رشد عمودی غیر از این داشتن، نگاه بکنید یه جایی قطع بودن با HSC، یا آکادمیک تخصصشون نداشتن و یا تجاربشون در واقع مستمر نبوده، یا اصلا روابط دیگری نقش داشته. من دارم از HSC ها حرف میزنم، من دارم از شخصیت حقیقی یک HSC من حرف میزنم. بنابراین تا زمانی که این به تغییر رفتار منجر نشه و سبک زندگی حرفه‌ای ما رو تغییر نکنه، ما همینیم. 1000 ساعت هم کلاس‌های مختلف و اساتید محترم برامون بذارن، چیزی از توش در نمیاد. نه اینکه اونا نمیخوان در بیاد، همینه. ته خط در تخصص همینه. حداقل در رشته ما در کشور ما همینه. بنابراین رشد واقعی از جایی شروع میشه که یادگیری رو زندگی کنیم، نه اینکه فقط بخونیمش، بریم سر کلاس درس بشینیم، سر کلاس آموزش بشینیم، یه استادی هم بیاد چیزایی به ما بگه، بعدم حالا اون استاد یه خود علاقه‌مند باشه، برید بیشتر سرچ کنید، 2 تا کلمه قلمبه سلمبه و 2 تا متن جدیدم بگه که ما به گوشمون نخورده، بعد بگی که آقا این جمله از من شنیدید، اینو هیچکی نگفته جز من. بله این خیلی خوبه، ولی این کافی نیست. ما باید یادگیری رو زندگی بکنیم.
این در واقع اپیزود اول از استارت و شروع رادیو رستار بود که من خواستم یه خورده فضای یادگیری و توسعه رو خدمتتون بیشتر توضیح بدم. انشالله از اپیزود 2 ما یواش یواش وارد فضای توسعه، البته که آموزش هم خواهیم داشت. یعنی من که میگم من توسعه، یعنی هدف اینه که ما تهش به توسعه برسیم، ولی خب به هر حال اجباراً یه جایی باید یادگیری و آموزش هم داشته باشیم. یعنی من مجبورم تو بعضی از اپیزودها وارد بحث‌های آموزشی هم در حد توانم البته بشم. در اپیزود بعدی یواش یواش شروع میکنیم راجع به موضوعاتی که به نظر من حداقل اونقدری که من تو این 3-4 سال گذشته مطالعه کردم و درک کردم، وارد مفاهیمی میشیم که من فکر میکنم به درد بچه‌های چیزی برای توسعهشون میخوره. احتمالاً حالا یه خود باید بیشتر بررسی کنم، ولی احتمالاً تو اپیزود بعدی اگر خدا یار بود و من هم تونستم که اطلاعات خوبی جمع آوری بکنم، راجع به مربیگری و کوچینگ با هم صحبت خواهیم کرد. خوشحال میشم که اگه صلاح تونستید رادیو رستار رو به دوستانتون معرفی کنید، به همکاران HSC کشور معرفی کنید، در واقع منو فالو بکنن. خوشحال میشم کامنتاتون رو هر چقدرم نقادانه، حتی بی‌انصافانه هم باشه، بنویسید. من میپذیرم، تا جایی که بتونم پاسخ میدم خدمتون. هر آنچه که درست باشد رو حتما اعمال میکنم، هر آنچه که پاسخی داشته باشم که یه مقداری فاصله درک ما رو با هم کمتر بکنه این رو خواهم داد. هر آنچه هم که بی‌انصافانه باشد که حتما نیست، من فکر نمی کنم اینجور باشه، و اگرم بود که دیگه خب این حق شماست، میتوانید در واقع این رو بگید و مطمئن باشید اصلا من گاردی براش ندارم. امیدوار هستم که همیشه سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.